ساعت 2 بامداد بوده، زنگ زدن به پلیس گفتن آقا 2 نفر با سرکله پوشیده اومدن وارد تورسی 38 کوچه طباطبایی 26 شدن و از سر کوچه به صورت دو طرف تمام ماشینا رو تخریب کردن و با توجه اینا چهره‌هاشون هم پوشیده بود، اصلا مشخص نبود کی هست و کی اومده این کارو کرده. یه موتور هوندایی بودش که با نور چراغ لیزری بودش. 2 تا جوون بودن که سرکله‌شون با چپی بسته بودن و با تبر بود یا شمشیر شروع کردن ماشینا رو بزدن. عجب. کجا دقیقاً؟ بلوار دوم تبرسی. ماشین شما چی بود؟ 141. شما چی آقا؟ ما پراید. ماشین شما چقدر آسیب دید؟ شیشه عقب کلا اومده پایین دیگه. شما چطور آقا؟ ماشین ما پراید بود، شیشه عقبش کلا اومده پایین. دنا بود ماشین. دینا شما چی؟ ریو. حدود نیم ساعت بعد از این واقعی که ما حضور پیدا کردیم در مجلس ریاست متمکناتی در محل، واقعا حالت آشفته و ترس و اضطراب در چهره مردم واقعا مشهود بود. چی بود آقا قضیه که شما رفتید این آقای نه شما شکایت کردن؟ قضیه ما رفتیم از کرده خود ما پشیمونیم والا. رفتیم 4 تا شیشه ما جلو موتور بودیم، دوست ما زده تمون بله الان میگن 32 تا چه بوده. شما اونجا حالت طبیعی نداشتید، 32 تا ماشین شما تخریب کردین. ضمن تخریب شما اونجا ایجاد رعب و وحشت برای مردم که ساعت 12 میشه. مسئله پولی نیست، با خدا مسئله اصلا پولی نیست. همین رعب و وحشتی که شما انجام دادیم به بدترین چیزه برای ما. مطالبه‌گری مردم، امنیت، آرامش و ملاحظه فرمودین که فردی در ساعت پایانی شب به این نحو به 33 دستگاه خودرو خسارت رسوند. قطعاً برای ما خط قرمزه. چند وقت دستگیر شدی؟ 25 روز. حالا دیگه فرصت داشتی فکر کنی درباره اون کاری که اون شب کردی؟ بله جناب. خودت صحبت میکنی الان اگه برگردیم به عقب چیکار میکنی یه همچین شبی بشه دوباره؟ پشیمونم دیگه، همچین کار نمیکنم. اصلا چرا این کارو کردی؟ مشکل داشت. یه ذره بیشتر باز میکنی شاید جوانای دیگه مثل تو همین مشکل داشته باشن، بعد بخوان دوباره یه تصمیم احساسی بگیرن، بعد این همه گرفتاری برای خودشون و دیگران درست کنن. عاشق بودی، از این قصه ها بود، جوونی کردی؟ یک مشکلی تو همین مایا بود. بعد رفتی چیکار کردی؟ هیچ عرق خورده، تعادل نداشتیم تو حال خودمان دیگه. بعد رفتی زدی در شو ماشینا رو همه رو زدین چیکار؟ بله. این طباطبایی 26 از همینجا سوار موتور شده اومده با شمشیر یک طرفو زده کلا رفته، باز دوباره از اونور برگشته کلا زده. شما بودین اون شبی که این اتفاق افتاد خواهرم؟ ما نبودیم ولی صبحش فهمیدیم. بودیم بله. صدا چی شد؟ یک صدایی اومد. خب ماشین شما رو شکستن؟ بله. تو خود بیدار بودی؟ آره اما نه خواب بودین بعد صدا شیشه میاد. شیشه ها دارن مسکنن و همین جملن جلو و اینا، هیچ کی هم جرئت نمیکرد بره. بعد از آخر چون این کوچه پدر خانومش اینجاست اومده، حالا میگه پدر خانوم میگه نامزدم، ولی بعد از اینجا رفته طباطبایی 34 هم محلی که پدر خودش سکونت داره اونجا هم چند تا خونه تخریب کرده. خونه یا نه خودرو چند دستگاه؟ 3 دستگاه خودرو تخریب شده. مفاد مواد 194 و 195 قانون آیین دادرسی کیفری تفهیم می‌گردد. مواظب اظهارات خودتون باشید.
مطالبی که در بازسازی صحنه بیان میکنید ضبط میشه، فیلم برداری میشه و بر اساس اون بازپرس محترم اتخاذ تصمیم خواهند کرد. لذا مواظب اظهارات خودتون باشید. انگیزتون چی بود؟ برای چی این کار کردید؟ عشق و عاشقی بود، اکثر چیز الکی بس. مردم چه گناهی کردن؟ شما ماشینای مردم رو تخریب کردید، ایجاد رو وحشت کردید. ما با این نفری هم مشکل داشتیم، پیداش کردیم در حالت ما دست خود ما نبود، شرب خام بودیم، عرق خورده بودیم. حالا خودتون اقرار کردید، بر اثر اقرار خودتون ما اتخاذ تصمیم خواهیم کرد، ولی با این حال تست الکل شما منفی بوده. همون ساعات اولیه این حادثه شخصا در محل حضور پیدا کردم و دستورات لازم رو در خصوص شناسایی و دستگیری افراد صادر شد که به حمدالله با کمک مردم، با همراهی مردم و اطلاعات بسیار خوبی که مردم داده که من جا داره از مردم عزیز تشکر کنم، این افراد شناسایی و دستگیر شدن. سر صدا رو شنیدین؟ آره ما تو خونه بودیم ولی نه. سر صدا زیاد بود؟ آره خیلی، در همسایه همه ریخته بودن بیرون. کردین چی شده؟ الان اون موقع یه ذره از حال و هوای اون موقعتون بگید. چاقو کشی ما فکر کردیم شده، ولی خب جرئت نکردیم چون بچهای کوچیک داشتیم. من خودم با بچهای کوچیکم تو خونه بودم. یک صدای اومد، صدای بلند و ترسیدین و این. صدا شنیدم، همسایه ماشینش صدا داد آمد بیرون. ماشینا خیلی تخریب شده بود. نه فقط ما صدا شنیدیم، نیومد. بله او پایین میگه خیلی ماشینا شکستن، بله شیشه ها شکستن. ساعت چند بود و از کجا چوب حالا چاقو یا چوب یا شمشیر هر چی بود تهیه کردی آمدیم؟ 12 بود دیگه. 12 شب بودش. ازم کوچه محمد شدم آمدم با موتور از ایسته. دیگه ما نمیدونیم کجاست؟ بغلی 2 تا کوچه پایین‌تر. اینجا برای چی اومدید؟ دیگه اومدم به خاطر هم مشکل محمد دیگه یک مشکل داشت. از کجا شروع کردید؟ اصلا یاد ما نمیاد. حالا من از کجا چند تا ماشین خورده با موتور ما آمدم رفتم تا با دور زدم آمدم دیگه رفتم. همین. پرسی قشنگ بیان کردید که چند تا تخریب کردید. گفتم نه اصلا نگفتم چند تا تخریب. گفتم مثلا حالا من دست خود ما نبوده نمیفهمیدم. ما با موتور میرفتم محمدم تخریب میکرده. رفتم تا باز از و دور زدم آمدم رفتم دیگه تمام. بررسی که صورت گرفته دو تاییتون تخریب رو انجام میدادید؟ نه من راننده موتور بودم. شما دیدید چی کار میکردن اینا؟ ما در منزل خواب بودیم. چه ساعتی بود گفتی؟ ما ساعت 1:30 اومدن در خونه رو زدن. ما خونه دایمون مهمون بودیم. بله. اونجا خواب بودیم و به حساب آره اومدن در زدن گفتن شیشه ماشینتون شکسته. ما اول فکر کردیم سرقت بوده، بعد متوجه شدیم که مثل همه کوچه اتفاق افتاده. بالفرضم که شرب خم کرده باشید رافع مسئولیت کیفری نیست، چون متوجه بودید دارید چه کاری میکنید. متوجه نبودم، حالت میشه متوجه نبودید. در ابتدای کوچه شروع کردید 32 دستگاه خودرو رو تخریب کردید، رفتید تا انتها باز برگشتید. اگه متوجه اعمال خودتون نبودید که وا میستادید متواری که نمیشدید. مادرم اون شبی که اینا اومدن زدن ماشینا رو شکستن شما خونه بودین؟ ما خونه بودیم ولی خب شنیدین صدا رو بچه‌ها شنیده بوده ولی جرئت نکردیم از خانه در بیایم. مرد نبود همراه ما، خانه بچه‌ها ما بودن ولی ما جرئت نکردیم از خانه در. کم از حال و هواتون میگین چیکار کردین؟ چه جوری شد؟ به جای زنگ زدین پلیسی جا؟ نه ما هیچ خوی زنم نمیتونم جای پلیس نمیتونم زنگ بزنم، نه هیچ. فقط ترسیدیم تو اون خانه دیگه بچه‌ها ما لرزیدن و ترسیدیم. مادر ماشین شما رو شکستن؟ بله. تو خود بیدار بودی؟ آره اما نه خواب بودین دادین صدا شیشه میاد، بیدار شدیم بابا اومدین دادین زن شیشه شکستن. با موتوری داشتم میرفتم همینجوری میزنن شیشه ها رو میزدم میشه. کاری تونستین بکنی؟ نه دیگه داشتم میرفتم دیگه دنده گاز رفته بودم وای نستاده بودم. خود من نمیدونم که دور میزنه. اگه دست خودتون نبود، انسان که دست خودش نباشه 2 تا دستگاه رو تخریب میکنه و میره مثلا به دنبال مردم، مثلا در شیشه مردم میشکنه. نه اینکه شما از عمدن اومدید و با توجه وارد کوچه شدید از ابتدا و موجب ایجاد رعب و وحشت. اون شب بچه‌ها هیچ کس خواب تو چشش نبود دیگه، یعنی تا صبح دور میزدیم تا اینکه صبح مشخصاتی که میدن به نفری میخوره که قبلا ما به اتهام قتل دستگیرش کردیم در برج 5. ایشون روانه زندان شده بود. توصیه ما به افرادی که چنین افکاری دارن به طور جد اعلام میکنیم که پلیس با این گونه افراد هیچ تعارفی نداره و قطعا با این گونه افراد برخورد شدید قانونی رو اعمال خواهد کرد. خشونت ها تظاهر عینی و بیرونی خشم هست. حالت خشم یکی از حالات خطرناک انسان هست. عدم مهارت در کنترل خشم موجب خشونت ها میشه و افرادی که خشمگین هستن اقداماتی انجام میدن که در حالات عادی انجام نمیدن. لذا ما وقتی بررسی انجام میدیم بعضی از جرایم متعاقب خشم هست. تهدید، توهین،
تخریب، تحریق، ایراد ضرب و جرح، گاهن قتل، بعضی از قتل‌ها و دعواهای خیابانی، نزاع‌های دست جمعی. قانونگذار مجازات‌های سختی رو برای جرایم خاص و جرایم خشن پیش بینی کرده است، از حبس‌های طویل المدت گرفته تا شلاق، قصاص و اعدام و رد مال، دیه، مواردی که قانونگذار پیش بینی کرده در حسب مورد. ما خواب بودیم ساعت 1 شب، بله بیدار شدیم. سر صدا زیاد سر صدا زیاد بود، دیدم ماشینایی که در میون داغون شدن. سنی 27 سال